جدول رو کامل کنید. یه سری عدد اینجا داده، گفته تقریباشو داده و گفته قطع و گرد کنید. دقت کنید بچه‌ها، من عدد رو می‌نویسم 279. گفته با تقریب 100. میام 100 رو زیر عدد قرار میدم، این یکان، دهگان، این صدگان. پس 100 اینجا قرار میگیره. خب نگاه میکنیم بالای صفر هر چی عدد هست خط میخوره، به جای صفر قرار میگیره. این برای قطع کردنه. پس میشه 200. اما برای گرد کردن اولین صفر جلوی عدد جلوی یک رو نگاه میکنیم 7. ما گفته بودیم اگه عددمون 5 6 7 8 9 بود یه دونه به قبلیش اضافه میشه. پس این میشه 300. بعدی عدد رو براتون مینویسم 83 و 129 هزارم. خب گفته با تقریب 100. میایم 100 رو اینجا مینویسیم، اینجا هم صفر قرار میدیم. تمام اعدادی که بالای صفر قرار گرفتن حذف میشن، به جاش صفر قرار میگیره، میشه 83 ممیز 120 برای قطع کردن. و اما گرد کردن بالای اولین صفر رو نگاه میکنیم 9، یه دونه به قبلیش اضافه میشه، پس میشه 83 ممیز 130. دوتای دیگر رو شما برام کامنت کنید.